شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، قبل از اینکه از شما دعوت کنم با خبرنگار همراه باشید، یادآوری کنم که نظرات میهمانان برنامه نظرات شخصی اونهاست و لزوما نظرات رسمی جامعه بهایی و یا رادیو پیام دوست رو منعکس نمی کنند. خبرنگار. ما استاد فرامرز پایور، موسیقیدان، نوازنده چیره دست ساز سنتور، آهنگساز، مدرس و محقق، حقیقتاً یکی از نوادر فرهنگ ایرانی و از تأثیرگذارترین و ماندگارترین چهره‌های موسیقی اصیل ایرانی است که تمامی اوقات حیات خودش رو وقف تحکیم پایه‌های موسیقی و ارتقاء جایگاه موسیقی اصیل ایرانی و آموزش هنرمندان و هنرجویان در ایران کرد. در 14مین سالگرد درگذشت استاد فرامرز پایور نگاهی داریم به زندگی پربار و خدمات ارزشمند او به فرهنگ و موسیقی اصیل ایرانی. نوشین آگاهی هستم. به شما دوستان و همراهان عزیز خبرنگار خوش آمد میگم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. در این خبرنگار میزبان آقای طوفان تیموری، آهنگساز و استاد ساز سنتور و از شاگردان برجسته استاد فرامرز پایور هستیم که با ما در مورد زندگی و خدمات این موسیقیدان نامدار و فقید ایرانی گفتگو می کنند. در پایان هم بخش کوتاهی از سخنان استاد رحمت الله بدیعی رو در مورد استاد فرامرز پایور، زینت بخش خبرنگار امروز خواهیم کرد. از شما دعوت می کنم همراه باشید. آقای طوفان تیموری، درود بر شما. به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و خوشحالم که فرصتی دست داد که گفتگویی رو با شما داشته باشیم. درود بر شما و همچنین درود بر شنوندگان محترم رادیو پیام دوست. سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. خیلی ممنون. آقای تیموری، برای شنوندگانی که ممکنه با شما آشنایی نداشته باشن، اگر ممکنه یک معرفی مختصری در مورد خودتون بفرمایید. بسیار خوب. من طوفان تیموری هستم. در مشهد متولد شدم و تقریبا در همون مشهد سکونت داشتم تا حدود 2-3 سال پیش که از ایران به همراه همسرم و 2 فرزندم مهاجرت کردم. خب الان چی کار میکنید؟ از پیشینه حرفه‌ایتون برامون بگید. خواهش میکنم. والا من تقریبا حدود 13-14 سالم بود که شروع کردم به آموزش دیدن دوره‌های مقدماتی موسیقی. البته اون زمان خب در ایران شرایط به این شکل نبود که آموزشگاه‌های موسیقی باشن، کلاس‌های موسیقی به وفور باشن. یادمه که اولین دوره‌هایی بود که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یا همون اداره فرهنگ ثابت دوره‌های آموزش موسیقی رو گذاشتن، چون تازه موسیقی در ایران آزاد شده بود. من به اتفاق یکی از دوستام خیلی گذری اونجا رد می‌شدیم، آگهی رو دیدیم و رفتیم در دوره‌های آموزش موسیقی و سولفژ رو شروع کردیم. بعد از اینکه اون دوران مقدماتی رو گذروندم، خب با اساتید مختلفی در همون مشهد آشنا شدم که حالا 2 نفرشون به من کمک‌های خیلی زیادی در این مسیر کردن تا اینکه این افتخار رو پیدا کردم که به محضر استاد فرامرز پایور راه پیدا کنم و خب حدود 7-8 سال از محضرشون کسب فیض کردم. اگر فرصتی باشه بیشتر توضیح میدم. در مورد این آموزش و تعلیم موسیقی زمانی که شروع به کار کردن با استاد پایور کردید برامون صحبت بکنید. بله، این خیلی داستان جالبی داره. خب من خیلی علاقه‌مند موسیقی بودم. معمولا پول تو جیبه هایی که میگرفتم و هزینه مثلا تاکسی برای رفت آمد به مدرسه رو نگه می‌داشتم و مرتب میرفتم کاست تهیه می‌کردم. اون زمان موسیقی رو کاست بود و خب یه فروش کاست در مشهد بود که من همیشه هر روز تقریبا بعد از اینکه مدرسه تعطیل می‌شد میرفتم اونجا و آلبوم‌های جدید رو تا جایی که در توانم بود تهیه می‌کردم و خب خیلی شیفته ساز استاد فرامرز پایور بودم و یه آلبوم ایشون رو که مثلا برای اولین بار گرفتم شاید ساعت‌ها 10-15 ساعت پشت سر هم با این ضبطایی که اون زمان 2 کاسته بود، هی باید برمیگردونی این لب اون لب
گوش میکردیم و یعنی یک کاست رو انقدر گوش میکردم که اصلا این کاست دیگه تقریبا غیر قابل استفاده. بعضی وقتا ترجیح میدارم 2-3 تا از اون کاست بگیرن که برای آینده بمونه. خلاصه در سال 1371 من یادم سال آخر دبیرستان بودم و از طرف مدرسه یه توری گذاشتم برای بازدید نمایشگاه بین‌المللی تهران. منم شماره آقای پایور رو سر یکی از دوستانم که لازم اینجا اسمشون رو بیارم، آقای استاد علیرضا جواهری که خیلی تو این مسیر به من کمک کردن، هر جا هستن خدا نگهدارشون باشه، شماره ایشون رو گیر آوردم و رفتم با این اکیپ برای دیدن نمایشگاه بین‌المللی و همون روز اول از این اکیپ جدا شدم و رفتم از یه دونه از این کیوسکای تلفن همگانی گیر آوردم. با ترس و لرز دست و پاهم میلرزید که حالا میخوام با آقای پایور تماس بگیرم. زنگ زدم ایشون و خوشبختانه خود استاد پایور گوشی رو برداشتن. خب اون زمانم مثل الان نبود که اینترنت باشه و آدم مثلا از زندگی استاد خبر داشته باشه و حتی من به جرئت میتونم بیام یه عکس واضح از ایشون ندیده بودم مثلا. خلاصه ایشون محبت کردن و آدرس دادن که بیاید من ببینم شما رو. خیلی هیجان زده شدن که میخوام من اولین بار این استاد رو ببینم، از آرزوهام بود. خلاصه به سختی آدرس ایشون رو پیدا کردم و پرسون رفتم و رسیدم به خونه ایشون. قبلش گل و شیرینی تهیه کرده بودم و زنگ زدم در خونهشون و استاد در رو باز کردم. اون اولین بار بود که این تصویر شفاف از آقای پایور میدیدم و دیگه جریان از اینجا شروع شد. ایشون به من گفتن بشین ساز بزن. خب من یادم اون سالها خیلی تمرین میکردم، من شاید روزی 7-8 ساعت سنتور میزدم. فرمودن که خب بشین پشت ساز. من دست و پام واقعا میلرزید دیگه، جلوی بهترین استاد سنتور قرون موسیقی ایران ساز بزنیم. به هر حال من نشستم و یادم که قطعی از استاد سواک تنظیم ایشون بود به نام قطعه به زندان رو برای ایشون زدم. با اون استرسی که داشتم نسبتا بد نزدم. به هر حال استاد گفتن حالا برای چی اومدی پیش من؟ منم ناخودآگاه گفتم اومدم بیام کلاس. خب فرمودن تو چطور میخوای بیای کلاس، ماحصلی؟ گفتم به هر حال یه کاریش میکنم. یه شرطی برای من اونجا گذاشتن که این جواب اون سوالیه که خیلی از دوستان از من میپرسیدن تو چرا در این سالها مشهد موندی و نرفتی از مشهد و اینجا متمرکز شدی. شرط استاد پایور این بود که شما به شرطی میتونی بیایی کلاس من که در مشهد بمونی و سنتور تدریس کنی، چون همه شاگردایی که میان پیش من بعد از 2 سال 3 سال پا میشن میان تهران و شهرستانا رو خالی میکنن از وجود معلم خوب. باز برگردیم به وقتی که شروع کردیم به طور جدی شاید به موسیقی فکر بکنید و قدم بردارید. در اون مراحل مشوق شما کی بود و خانواده چه تأثیری روی شما داشتن، اطرافیانتون، و چه چالش هایی در این راه داشتید؟ چون میدونم که همونطور که شما اشاره کردیم خیلی آسون نبوده. عرضم حضور این که بله متاسفانه حالا فرهنگ خانواده ها طوری بود که به هر حال بچه‌ها باید میرفتن درس میخوندن. البته برای ما خب امکانات تحصیل به دلیل باورهای مذهبی که داشتیم و خب من معتقد به دیانت بهایی هستم و میدونی که بعد از انقلاب تحصیل برای پیروان دیانت بهایی در ایران ممنوع شده و دانشگاه ها نمیدادن، ولی خب خانواده ها علاقه‌مند این بودن که بچه‌ها برن در مسیر رشته‌های مهندسی، پزشکی و این چیزها. البته من اینجا ممنون خانواده‌ام هستم، پدر مادرم که خب خیلی روی این قضیه سختگیری نکردن و البته که به هر حال من یکی با نگرانی تمرین می‌کردم. اونا هم دوست داشتن که من خیلی تمام زندگی موسیقی نباشه، ولی به هر حال مانع من توی این مسیر نشدن و البته در این مسیر با دوستان خیلی خوبی آشنا شدن، خیلی به من کمک کردن توی این مسیر و خودم میگم که یه چیزی در درونم بود که حتما این موسیقی رو باید ادامه بدم و به طور اتفاقی توی این مسیر افتادم دیگه. میگه که تو پای به راه در نو، هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت. تا اینکه بعد از اینکه وارد کلاس استاد پایور شدم و تمرینات خیلی سنگینی انجام میدادم و یه شروع کرده بودم تدریس در مشهد، خب از اونجایی که تعلیم و تربیت به هر حال در
آیین بهایی خیلی مسئله مهمی هستش و خیلی مسئله جدی هستش، خب جامعه بهایی هم روی این مسئله خیلی تلاش و جدیت به خرج داد. به هر حال امکاناتی برای دانشجویان بهایی ترتیب دادن، مثلا دانشگاه BIHE در ایران که بتونن حالا مؤثرین بهایی وارد رشته‌های تحصیلات عالیه بشن. بعد از چند سالی که من در محضر استاد پایور بودم، خب رشته موسیقی در دانشگاه BIHE افتتاح شد و من به اتفاق چند تا از دوستانم که همه واقعا از سرمایه‌های موسیقی جامعه بهایی واقعا حتی ایران بودن، این افتخار داشتیم که به عنوان اولین دوره شروع کنیم رشته موسیقی رو در دانشگاه BIHE. حالا اونجا خیلی تاثیرات خوبی روی من داشت و بعد از اونم که به هر حال خود من به اتفاق دوستانی که در دوره اول بودیم شروع کردیم در همون مسیر تدریس کردن برای این رشته و ادامه این مسیر. خب همطور که میدونید امسال 14مین سالی است که استاد پایور درگذشتند و یه دلیلی که با شما صحبت میکنیم امروز این که یاد ایشون بکنیم و یاد خدماتشون. یک معرفی کوچک، البته میدونم اطلاعات در مورد ایشون زیاد هست، اما با کلام شما در مورد ایشون رو برامون صحبت بکنید، در مورد شخصیتشون، در مورد نوع استادی که بودن، چه نگاهی به هنرجویان داشتن و در مورد سبکشون و در حقیقت خدماتی که به موسیقی ایران کردن، موسیقی اصیل ایران. والا صحبت در این زمینه خیلی سخته، چون من هرچی بگم امروز تقریبا میتونم یه قطره‌ای از اون دریایی که آقای پایور هستن نمیشه. خیلی مختصر عرض کنم که ایشون سال 1311 متولد میشن که میشه 1933 میلادی و تحصیلات متوسطه رو در همون تهران سپری کردن. کارمند اداره دارایی میشن. بعد از اون یه بورس به ایشون میخوره، برای تحصیلات میرن انگلستان، یه سال اونجا دانشگاه کمبریج میرن. در 17 سالگی موسیقی رو نزد استاد ابوالحسن صبا شروع میکنن و مدت 7 سال به طور مداوم کلیه ردیف‌های موسیقی ایران رو نزد ایشون یاد میگیرن، با تکنیک‌های جدید سنتور نوازی تلفیق میکنن و کار به جایی میرسه که بعد از 6-7 سال استاد صبا از جان پایور میخوان که با ایشون برنامه‌ای رو در رادیو ضبط کنن که همون آلبوم گفتگو هست که با ویولن استاد زدن. ایشون میتونم بگم که پلی هستن بین موسیقی قدیم ایران، یعنی قبل از استاد صبا، و موزیسین هایی که در دوران حالا مدرن‌تر موسیقی ایران اومدن. تقریبا میتونم بگم 40 سال ایشون در موسیقی ایران در بالاترین سطح موسیقی فعالیت کردن. از لحاظ بحث آموزشی میتونم بگم که ایشون شاید آکادمیک ترین استاد موسیقی ایران هستن. این البته نه که من چون شاگردشونم تمام موزیسین های ایران احسان دارن، کاری رو که برای سنتور انجام دادن در حقیقت ایجاد یک مکتب و یک مدرسه سنتور هست. یعنی ایشون مطالب آموزشی رو طوری تدوین کردن که یک هنرجو از ابتدا از گرفتن مزراب وارد میشه و در دوره عالی از مکتب ایشون خارج میشه. راجع به شخصیت ایشون بگم، خب شخصیت منحصر به فردی داشتن، بسیار منظم، بسیار در کارشون جدی، اما در عین حال با شاگرداشون رفیق بودن. یه نمونه از نظم ایشون رو خدمتتون عرض کنم، شاید کلیت مسئله واضح بشه. یه روز تلفن ما زنگ خورد و مامان من گفتش که استاد پایور هستن. خدا، استاد پایور با من چی کار دارن؟ یعنی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده که زنگ زدن به من؟ یه استادی در این جایگاه. ایشون فرمودن که شما روز جمعه قرار بوده ساعت 10 بیای کلاس، ساعت 11 بیای کلاس. میخوام بهتون بگم انقدر زمان بندی برای ایشون مهم بود که من که یه شاگردی بودم که هیچ بودم مثلا در کلاس های ایشون در اون اوائل، به من زنگ زدن که شما یه ساعت دیرتر بیای کلاس که من معطل نشم. این نظم و انضباط و سختگیری در سیستم آموزشی ایشون هم به همین شکل بود. استاد پایور شاید بی اغراق فعالترین موزیسین تاریخ ایران تا کنون هستن و البته در یه سخنرانی که از خود ایشون هستش اینه که تمام زندگیشون رو سنتور میزدن. یعنی حتی در اداره دارایی هم که کار میکردن مثل یه فرصتی برایشون فراهم کرده بود اون مدیر اداره که ایشون فقط بیان ساعت بزنن، برن سنتور بزنن، دوباره بیان. ایشون اولا که 40 سال 2 ارکستر رو رهبری میکردن، ارکستر اداره فرهنگ و ارکستر اساتید موسیقی ملی ایران،
و 40 سال در بهترین سطح موسیقی در تمام دنیا موسیقی ارائه دادن و این آدم‌ها رو کنار هم نگه داشتن که متاسفانه تقریبا تمام افرادی که در گروه اساتید موسیقی با ایشون همکاری می‌کردن در قید حیات نیستن، بجز استاد رحمت الله بدیعی که واقعا شاید 40 سال در کنار استاد پایور، استاد بدیعی فعالیت می‌کردن. در مورد آثار استاد پایور اگر ممکنه بیشتر برامون توضیح بدید. در مورد آثار شنیداری و آثار مکتوب ایشون هم باز میتونم بگم که شاید پرکارترین استاد در تاریخ موسیقی ایران باشن، یعنی شاید بی اغرا اگر آثار مکتوب اساتید رو در موسیقی ایران جمع کنیم حداقل تا دهه مثلا 70-80 مجموع آثار مکتوب اساتید شاید معادل آثار استاد پایور نمیشه. ایشون یک مکتب آموزشی، در حقیقت یک مدرسه سنتور ایجاد کردن. یه رپورتواری دارن که هنرجو از صفر وارد میشه و در دوره عالی تموم میشه. کتاب‌هایی رو که نوشتن مثل کتاب دستور سنتور که در سال 1340 شمسی تدوین شد، اون اولین کتاب آموزشی است که در زمینه موسیقی به صورت آکادمیک نوشته شده و از ابتدا شروع میکنه پله پله در زمانی که هیچ متد آموزشی برای هیچ سازی نوشته نشده بود. بعد از اون ایشون کتاب‌های دوره‌های متوسطه و پیشرفته نوشتن، مثلا کتاب سیغته چهارمزار، مجموعه رنگ و پیش درآمد، قطعات موسیقی مجلسی، ردیف استاد صبا رو نوشتن، ردیف دوره عالی چپکوک رو نوشتن. بسیار از لحاظ آثار مکتوب پرکار و آثار شنیداری هم آلبوم‌های متعدد، شاید بالغ بر 30 یا 40 تا آلبوم ایشون دارن که بهترین نوع موسیقی رو با نگاه آوانگارد در حقیقت میتونم بگم در اون زمانی آثاری رو که ایشون در سال 1340-1350 نوشتن اصلا مشابه این در قبل در موسیقی ایران نبوده و شاید هنوز که هنوز به عنوان بهترین نمونه ها برای آنالیز میتونه در موسیقی مدرن ایرانی شناخته بشه. خیلی عالی. به به. برای شما که شاگرد ایشون بودید برای مدت ها، بزرگترین تأثیری که ایشون در فعالیت‌های موسیقی شما داشتن چی بوده و چه آثاری از ایشون برای شما برجسته تر از همه هست یا دلنشین تر از بقیه هست؟ خدمتتون هستم. من اول که راجع به این که چه مطالبی من پیش ایشون آموزش دادم، از مجدد از ابتدا پیش ایشون مکتبشون رو شروع کردم و تقریبا تا اواسط دوره عالی چپکوک رو با ایشون پیش رفتیم که دوره عالی سنتور نوازی هستش و اون زمان برنامه‌ای که ایشون داشتن من قرار بود با یه ارکستری در مشهد آثار ایشون رو تمرین کنیم. بیاین رو سن، خب من اون زمان خیلی جوان بودم، شاید 25-6 سالم بود و این خیلی فرصت خوبی برای من بود که حالا ایشون یه حمایت اینجوری از من بکنن. ما هم یه ارکستری در مشهد جمع کردیم، آثارشون رو تمرین کردیم و قرار بود پارت اول رو ما اجرا کنیم و پارت دوم رو استاد پایور بیان در مشهد تکنوازی کنن. خب موقعیت خیلی خوبی بود حقیقتا و ما یه بارم با این ارکستر با ایشون رفتیم کارو ایشون دیدن و قرار شد که ایشون در سفر فرانسه برای کنسرت فرانسه و آلمان که میرن برگشتن ما این اجرا رو در مشهد بذاریم. متاسفانه این اتفاق سال 1377 بود که استاد رفتن فرانسه و در فرانسه متاسفانه سکته مغزی کردن و خب خیلی دلخراش و در حقیقت ضایعه‌ای برای موسیقی ایران بود، نه فاجعه. و دیگه از اون زمان اون برنامه کنسرت که کلا از بین رفت. ایشون مدت 10 سال در بستر بیماری بودن، روی ویلچر بودن و چیزی که خیلی جالبه اینه که در این 10 سال ایشون یک کتاب نوشتن، آثار تصانیف و ردیف‌های عبدالله دوامی که تقریبا یک کتاب به قطر 400-500 صفحه هستش. میخوام بگم که ایشون حتی در بستر بیماری که امکان نوازندگی نداشتن کاری رو کردن که شاید خود این کار محصول مثلا 40 سال فعالیت یک هنرمند باشه و تأثیری که استاد پایور داشتن، اون بارزترین تأثیری که در بحث موسیقی من بوده
بحث اون جدیت موسیقی و تدریس آکادمیک موسیقی بوده. عرض کردم شاید خیلی ها به من خورده میگرفتن که من معلم سختگیر بودم، ولی واقعا این چیزی بود که از استاد پایور به ارث بردم و نگاه جدی در آموزش موسیقی و به هیچ عنوان موسیقی برای استاد پایور هیچ وقت تفنن نبود و کاملا این مسئله جدی بود و این مسئله تخصصی بود. حتی ایشون میگفتن که خب همونطور که یک دندان پزشک رفته تحصیل کرده و دندان پزشک تخصص داره، یه نفر متخصص سنتوره. حالا برگردیم به فعالیت‌های خیلی خوب خود شما، فعالیت‌های هنریتون بیشتر برامون توضیح بدید. میدونم که هم در زمینه ساخت موسیقی، هم اجراهای آثار استاد پایور و همینطور اجراهای هنری که در محافل و در حقیقت مجامع هنری در گوش و کنار جهان داشتید، کمی بیشتر برامون توضیح بدید. والا بعد از اینکه کلاس استاد پایور میرفتم و حالا در مشهد بودم و دوران تحصیلات متوسطم تمام شد و شروع کردم به صورت جدی تدریس رو به صورت آکادمیک شروع کردم. یه آموزشگاه در سال 1381 در مشهد تأسیس کردم که سومین آموزشگاه رسمی مشهد بود و بسیار خوب پیش رفت، چون من واقعا با عشق این کار انجام میدادم و میدونستم باید چه کارهایی در زمینه آموزش موسیقی به صورت آکادمیک انجام داد. در اون زمان من اساتید پروازی رو از تهران می آوردم مشهد و هفته یه بار می اومدن یه جلسه در آموزشگاه درس میدادن و میرفتن، ولی خب این متاسفانه به دلیل همون تضییقاتی که بر کسانی که باورهای دیگری دارن و به همون دلیل اعتقادات مذهبی من متاسفانه آموزشگاه من رو به دستور اداره ارشاد تعطیل کردن بعد از 5-6 سال فعالیت و من دیگه نتونستم به صورت رسمی این کار رو ادامه بدم. مجدد به صورت شخصی فعالیت‌های آموزشی رو انجام دادم. در بحث مسائل اجرایی خب من از همون اوائل نوجوانی با ارکسترهای مختلف کار می‌کردیم، گروه تشکیل دادم. حتی یادمه که در سال 1378 بود یه ارکستری به نام الست تشکیل دادم که 10 تا از دوستامو از شهرهای مختلف دعوت کردم. به هر حال این کار با مشکلات خودش من انجام دادم. اون اجرا در مشهد برگزار کردم، اجراهای مختلفی با گروه‌های دیگه، فستیوال‌های مختلفی رفتم، مثلا فستیوال مقام در باکو، چند تا اجرا در کشورهای مختلف اروپایی، اسپانیا، آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ اجرا کردم. میدونم که یک آلبوم جدیدی شما دارید از آثار استاد پایور به خاطر سالگرد درگذشتهشون. بله این آلبوم سه‌نوازی هست، تار، سنتور، تنبک، که روش 2-3 سالی واقعا کار کردیم که اسم این آلبوم پایورانه هست. در قالب 2 تا آلبوم پایورانه 1 و پایورانه 2 که حدود 27 تا از آثاری که استاد پایور شاید کمتر اجرا کردن یا به صورت 2 نوازی 3 نوازی اجرا نشده رو با این ویژگی که سازها همزمان اجرا کردن. استاد فرهاد رجبی راد از نوازنده های بسیار خوب تار هستن که ایشون سالها شاگرد استاد هوشنگ ظریف بودن و به این دلیل من با ایشون خیلی مچ هستم که صاحب یک مکتب هستن. استاد پایور و استاد ظریف 40 سال استاد ظریف استاد رحمت الله بدیعی در ارکسترهای پایور ساز زدن و خب من یکی از موارد خوشحالی من این که با آقای رجبی آشنا شدم که ایشون هم در این مکتب سالها ساز زده بودن. این آلبوم رو با هم زدیم و نوازنده تنبک آقای مجید خاکساران هستن. این آلبوم برای همین روزا فکر کنم دیگه رونمایی میشه. خیلی ممنون. و اگر شنوندگان ما بخوان این آلبوم رو خریداری بکنن، بله میتونن از تمام پلتفرم‌های جهانی مثل اسپاتیفای و اینا این ترک ها رو تهیه بکنن. ممنونم از شما آقای طوفان تیموری، از وقتتون، از اینکه این گفتگوی خیلی خوب رو با ما داشتیم. خوشحالم که واقعا یادی کردیم از استاد فرامرز پایور و گرامی داشته واقعا خدمات بسیار ارزنده ایشون و میراث غنی که برای فرهنگ ایران، برای موسیقی ایران
به جای گذاشتن. ممنون از شما و متشکرم که این فرصت خیلی خوب رو در اختیار من قرار دادید. موفق و مؤید باشید. و همطور که وعده کردیم برای حسن ختام این خبرنگار بخش کوتاهی از گفتگوی استاد رحمت الله بدیعی با دخترشون خانم پریسا بدیعی رو در مورد استاد فرامرز پایور تقدیم می‌کنیم، با این یادآوری که نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در کانال پردیس میوزیک در یوتیوب گوش کنید. در وهله اول دوست داشتم شما بگین که آشنایی شما با ایشون، با استاد فرامرز پایور، از کجا و چطور شروع شد؟ بله، حقیقتش من دقیقا نمیدونم آشنایی من با ایشون کجا بود. شاید مثلا در هنرستان عالی موسیقی بود که من اونجا درس میخوندم، اونجا ایشون اومده بودن اونجا، شاید آشنایی ما اونجا صورت گرفت. بعد دیگه من اومدم به منزلشون، می آمدم هر دفعه اونجا، دیگه با هم کاملا آشنا شدیم و بعدش هم دیگه خب همکاری‌های زیادی با هم داشتیم. یعنی اون موقع چند سالتون بود؟ من ازدواج نکرده بودم، شاید 20 سالم. چه ویژگی‌هایی در سبک و یا نوازندگی ایشون؟ بله، عرض کنم که نوازندگی ایشون خیلی دقیق و جالب بود، به طوری که من همیشه میگم که آقای پایور سنتور رو از اونجایی شروع کردن که دیگران تمام کردن و خیلی دقیق بودن. حتی مثلا شاید بعضی‌ها حتی مزرا رو نمیتونستن دست بگیرن، ولی ایشون وقتی که آمدن دیگه همه چیز رو توضیح دادن و تشریح کردن و نشون دادن که چیکار باید کرد به صورت آکادمیک و بله دقیق. بله. نوازندگیشون هم که بله، نوازندگیشون خیلی عالی، خیلی خوب. یکی از ویژگی هایی که ایشون داشتن این بود که استاد ظریف که نوازنده تار بودن، روحشون شاد، میگفتن ما در هنرستان موسیقی ملی درس میخوندیم و ایشون هم میدونستن که ما در هنرستان هستیم. بعد آقای پایور یه روز میرن هنرستان، این بچه ها رو جمع میکنن و میارن منزلشون و سنتورشون رو میارن و یکی از آهنگ های وزیری رو که ایشون برای تار نوشته بودن و خیلی خوب تکنیک داشت و مشکل بود، ایشون با سنتور زدن و این تا به حال همچین سابقه‌ای نداشت که ایشون قطعات وزیری رو با سنتور بزنن. البته در هنرهای زیبای اون موقع که وزارت فرهنگ و هنر شد، یه ارکستر 7-8 نفره‌ای تشکیل دادن و ما در واقع من جزو این ارکستر بودم و خب قطعاتی میزدیم و اون موقع تازه تلویزیون آمده بود و قطعات رو که آماده بود در تلویزیون اجرا میکرد. والا خاطره که زیاده، فقط یکی از این خاطرات برای من خیلی جالب بود که ما وقتی میرفتیم مسافرت، خب علاوه بر این که سرپرست ارکستر بودن، در حقیقت سرپرست ما هم بودن، هرچند که تفاوت سنی اونچنان با هم نداشتیم، ولی خیلی مهربون، خیلی مهربون.